شاهراه دوشنبه باختر از راههای مهم و سرروای تاجیکستان محسوب می‌یابد. هر ساعت طریق این راه تا 1000 ماشین حرکت می‌کند. گذشته از این در کناره‌های آن ده‌ها جماعت و روستاها جای گیرند. ساکنان این منطقه از تصمیم مقامات برای پولکی کردن شاهراه دوشنبه باختر ناراحتند. نرخ میخیزه با نخسته میشه و نرخ مشروطه میخیزه نمیرسه حضور شما چی میرسه؟ مثال نمای ارز 3 بار مغازه می 3 بار بیم با 5 بتیم. ما خواهش میکنیم اگر به پول کند با فیض برکه باز زیادتر میشه. 3 سومون کنن اتاش تو کسی قرغان میروه قرغان 5 سومون کنن 10 سومون کنن برای که و یا استفاده میبرن ماشینای بارکش همین میروه همین ماشینایی که بار میبرن کلوب قرغان دغره چیزا میجا میروه میکشته ده зарал мешава зарал мешава о давоз ами нук ба нук мемуна оз бисёр ҳам шафёрода برای آدمای همین قشلاق باشه یا همش کمبغلن به پول باشه خوبه. تاجیکستان فعلا یک راه پولکی دارد. شاهراه دوشنبه چناق که مرکز کشور را با شمال پیوست میکند. مقامات وزارت نقلیات میگویند تجربه ثابت کرد که از پولکی شدن این راه استراتژی تمام کشور فایده گرفت. ما همین فکر را داریم. حساب و کتاب کرده ایستاده‌ایم. خودتون شاهد اول شدیدتون که راه پولکی دوشنبه خوجند از لحاظ اهمیت اقتصادی و استراتژی خود به طور مثبت نشان داد. همین برفباری تلمخروی اگر همین راه پولکی نمیشد استفاده این راه وزارت نقلیات با این مبلغ‌های جدا کرده شده برآمدنشان امر محال بود. در حال حاضر کارهای بازسازی شاهراه ادامه دارد. طبق لایحه راه با خرج تقریبا 97 میلیون دلار گرانت و قرض بانک آسیایی رشد، بنیاد اوپک و بیش از 17 میلیون دلار سهم تاجیکستان بازسازی می شود. ظاهرا مقامات می خواهد از راهی که تقریبا به پول صاحب شده است فایده به دست آورد. کامل بابایف کارشناس بخش نقلیات میگوید راههای پولکی در کارند، اما این مبلغ نباید از همه استفاده برندگان ستانیده شود. بر علاوه باید راههای الترناتیوی برای روا مساعد وجود داشته باشند. کارشناسان وضع راهی الترناتیوی را که حالا پیشنهاد می شود قناعت بخش نمی دانند. اگر پولکی شود صفت آن به خطری آن در اقلیم هایی که ما امروز در نظر داریم برفای زیادی که هستند ما این روزا شاهد می‌گردیم خب به خطری بلند می شود. یعنی که برای استقامت کنندگانی یعنی که برای شهروندان جمهوری تاجیکستان همه چیز کمتر بار می شود یعنی که دشواری بر میان می آورد. بنابر همین سبب اگر خوب می شد که راههای که پولکی رو بهره اون نفرانی میکردن که مثلا ترانزیتی از کشور میگذرن یا که با ماشینای بارکشی که هستن که البته صفت راه رو ویران میکنن حساب وزن زیادشان. قرار است راه نوی چهارخطه دوشنبه باختر در آخر همین سال بعد اتمام کارهای ساختمانی پولکی شود. هنوز نرخنامه استفاده راه و همین گونه تعداد مرکزهای پولچینی معلوم نیست. مقامات نیت دارند شاهراه‌های دیگر کشور را نیز تدریجاً پولکی کنند.